дар яке аз дарсҳои кушод ба мо интихоби озод доданд ва дар сари ман ҳамин ҳодиса омад, чунки ин ҳодиса дар дили тамоми мардуми тоҷик асар гузошта буд. ба ҳамин хотир ман ин мавзӯъро интихоб намудам. расми мазкурро ман дар 6-7 соат тасвир намудам. 2-3 соат дар дарси кушод ва 3-4 соат дигар дар хона. من هم گمان نداشتم که این رسم اینقدر تیز مشهور میشود و این ویدیو هم خیلی تیز مشهور شد و آن خاطر بود که لحظه های غم انگیزی که آنها داشتند و بعد لحظه های غم انگیز باز بسیار یک لحظه های خوشی به آنها دست داد و همین خاطر ویدیو خیلی همون حادثه‌ای که گرفته بودن خیلی زیاد مشهور شد. تشبث رектори دانشگاه تکنیکی تاجیکستان محترم давлатзода قدرت قنبر یک аксияи ایجادی در تمام دانشگاه اعلان شده است که دانشجویان رویه دیزاین محیط معماری همه وقته هر هفته این аксияи ایجادی رو در باغ‌های گلپوش دوشنبه شهر ما اجرا میکنند. از این لحاظ سال دوم است که ما با این کارها با аксияи ایجادی مشغول هستیم. دانشجویان رو به هوای گشاد میبریم و همچو درس گشاد با عیانیت زنده با همان زیبایی طبیعی که ما رو فرا گرفته است аксияи ایجادی گذرانده می شود. از این لحاظ ما با دانشجویان کورس دوم گروه 690109 این аксияи ایجادی رو در باغ کوروش کبیر برپا نمودیم و دانشجویان با یک میل تمام برای اجرای تصویر طبیعت آماده بودند، تصویر میکردند. در این حالت عزتزاده سعیدبک به ما مراجعت کرد که معلومه می شود که من همان مصیبتی که حالا در تمام سامانه ها نشر شده ایستاده است و همه اون یک عائله کمبغل که به مصیبت دچار شده است و تمام شهروندان تاجیکستان با یک سری بلند دستگیری کرده ایستادند. من هم میخواهم یک سهم گذاشته باشم و تصویر همین منظره را بالای ابروق سفید بیارم. به شبه ما روزگی دادیم و دانشجوی این عکس رو تصویر کرد و از طرف ریاست دانشگاه تکنیکی به سامانه‌های اینترنتی نشر شده بود که بسیار تماشابین خود را پیدا کرد.